سفرمو مادری دو فرزند مثل اکثر زنان دیگر این روزها خیلی سیرکور است. خانه های خود را تازه دارد و برای آراستن ارچه فرزندانش بی‌صبرانه انتظار آنند آمادگی می‌بیند. آمدن سال 2015 از تازگی خانه سر کرده، تیاری دیده، من این خانه را تازه کرده، بعد با یک دو روز موندن پیش از سال نو با آراستن دسترخوان آماده می‌شویم. از شیرینی ها خریده، مثلا آش خوراکای ملی کرده، ارچه سال نوی او رو میدهیم و در احاطه فرزندان همین سال از پیش آمده رو با خوشی و خرسندانه جشن میگیریم. شوهر سفرمو در مسکو تجارت دارد. همه شرایط را برای خانواده‌اش مهیا کرده است، ولی خودش نمیتواند شام سال نو را مثل ده‌ها و هزارها مردان خانواده‌های تاجیک در پهلوی زن و فرزندانش جشن بگیرد. اما گلنگار که در همسایگی سفرمو زندگی میکند 3 سال اخیر برای این جشن آمادگی خاص نمیبیند و ارچه هم نمیخرد، ولی کودکان او هم مثل اطفال دیگر از تحفه بی‌نصیب نمیمانند. حکومت گفتن که بیا نوروز جشن گیرین، سالی نوی ما تاجیکو مردم نوروز ایدی نوروز جشن گیرین، ایدی سالی نوی ما نیسته، سالی نوی میلودی ما نیسته، سالی نوی دیگه دیستی سال اخیر جشن نگرفته امروز دیگه. اول سالا ما ارچه میکردیم برای کودکو، همینجا در جای ارچه بود، ارچه میموندیم، ارچه کلان اینجا دسترخوان میدوختیم، خیلی تیاری میدیدیم، سالی نوی میکردیم کودکو. واقعا برخی خانواده ها با یک آمادگی خاص و برخی هم حداقل به خاطر خوشحال کردن اطفال خود در تاجیکستان سال نو را جشن میگیرند. فرارسی سال نو بیشتر از همه به کودکان فرح میآورد. آنها در وصف این جشن و ارچه و بابای برفی شعر و ترانه ها میخوانند و انتظار تحفه و معجزه های بابای برفی میشوند. نه بابای برفی دما پراکا بیا دا نه اوچا سنای سومچه. خدا در چخالی تحفه میخواستی بیارم. میخوای تحفه چخالی بیارم میخوای. ما میخوام که اونم یا مشتاق لواجین پودوات بیا با نو پاکوی شکار نیدوک دادور شکار نیدانم تایی. امسال وطن در روسیه ام. سال ما به سال نو را به وای کردگیم. مادام میفرکی امسال قطعی اتام جال سال نو را بکنیم. شوق بی اندازه کودکان به این جشن والدان رو هم به بازار به سراغ تحفه و لباس‌های سال نوی آورده است. بازار تحفه و لباس‌های کودکانه امروزها خیلی گرم است. کرناوال دوران برای همین کودکان بورکابستان میدونم کدوم میشه. چند سال است پسرتون؟ 32 میخونه. چی میخواهید خرید؟ مثلا لباس چی باشد باید؟ همه فیگور کردستان میشه ای باشد نمیدونم فیگور کردستان. زرگوش دارم. پیتروشکا دارم. بتمن دارم. خیرسو روبوه دارم. نویقاوف دارم. بیشتر مدارو زرگوش. ماین بتمن پیتروشکا بعد خیرساب گرگاک روبوه همین پرسوناژها بسیار خوبه. اما تجلیل خوب و خاطرمان سال نو در حلقه دوستان و همکاران برای نه همه آنهایی که در مؤسسه های دولتی کار میکنند دست میدهد. برای مثال در مکتب های عالی به آموزگاران و محصلین گفتند از صرفه بیهوده برای تجلیل جشن سال نو یا تشکیل شب نشینی ها خودداری کنند. کی نیست برای که با تنظیم است با فرمان رکتورها اجازه داده نشده است. یعنی فقط درس میخونید، امتحان میسپارید، با همین در خانه با امید که سال 2015 سالی با برکت و سال خوب و آسوده باشد، اکثریت کوشش میکنند آن را با دسترخوان پرناز و نعمت در حلقه نزدیکان و با طبیع بالیده و خاطر جمع پیشواز بگیرند. سال نو میلادی برای شما مبارک باشد.